مادر حقی زیادی دارد. حضرت عبدالله ابن مسعود که حدیث بخاری و مسلم است میگه پیش پیغمبر خدا آمدم گفتم یا رسول الله من احق الناس بحسن الصحبه، شما با من گویه که از همه زائد بالای من که حق دارد. جوانای خوب به شما وابسته دارد این صحبت. از همه زائد بالای من که حق دارد. یگان ایشان استاد رئیس محله و ناحیه رئیس جمهور که حق دارد. جناب پیغمبر گفتن امک مادر گفتن حق دارد. حتی خوشانه نگفتن که من پیغمبری تو هستم از همه زائد بالات من حق دارم، نگفتن مادر. باز دویم بار باز کی یا رسول الله دویم مرتبه حضرت باز گفتن مادر. باز سیوم بار سوال داد ثم من با کی یا رسول الله بازم گفتم مادر. این پیغمبر خدا گفتن در احترام جای اول و جای دویم و سیوم برای مادر است. هیچ کس به مادر برابر شده. چهارم بارشته سوال رسول اکرم ثم ابو بعد از آن ابن قیم در شرح همین حدیث میفرمایند چون پیغمبر 3 بار مادر تاکید کردند در 4م بار پدر. سبب چه حالا که هر دو هم در به وجود آوردن فرزند شریکن پدر و مادر. البته پیغمبر هر چیز نمیگد از هوا نمیگوید. البته با حکمت داشت، سبب داشت. سببش هم این است میگن که مادر در به دنیا آوردن فرزند 3 لحظه را از سر میگذراند که پدر در این شریک نیست. و همتان صاحب عقل است گوش اندازید. یکم مرحله حامل داری 9 ماه مادر حمل من شما رو میبردد. حمل ما از مادر شده، هیچ کدام ما از اینکوباتور برآمدگی نیستیم. 9 ماه مادر حمل ما و شما رو میبردد. پدر در این شریک نیست. پدر پروانه دارد. این 9 ماه برای مادر رنگی 9 سال میگذرد. خصوصا برای مادرایی که لاغر باشند، کمخون باشند، خیلی وزنی میگذرد. این مادر عذاب شده. دوم لحظه به دنیا آوردن، لحظه زایمان. مادر است که عذاب میکشد. وقتی به دنیا آوردن فرزند بیچاره اکثر مادرها ما میشنیم میپروند. سری فرزند وفات کرد میگن، سری فرزند رفت. به همین که ما تسلی میدیم نمیدانه که ما چی عذاب کشیده او وقت. اگر خداوند آسانش نکنه این هم عذاب مادر میکشد. پدر نروای شریک اگر همین قدر انصاف کنه پیش تولد خانه میره دانی درد نگاه کرده میسته که کسی آنچه میگیره. سیوم مرحله شیرخوارگی که مذهب ما 2.5 سال است، مذهب جمهور 2 سال است. این هم عذاب مادر میکشد. مادر است که شبها نصف شب میخیزه طفلک شیر میگیرد، نصف شب میخیزه گهواره میجماند، نصف شب میخیزه چند بار در خونه که میکشاید و میبندد. همیشه ما زن داره فرزند داره. این عذاب زناتان دیگه است. وقتی که همون ناراحتی زناتان دیده دلاتان برای خانماتان سوخت دانه که در وقت طفلی شما را مادر تا همه عذاب و کشیدگی است. بنابر سحری که خسته